حالت شماره 1. اگه کمرت درد میکنه باید استراحت مطلق باشی و تکون نخوری. دقیقاً برعکس این جمله رو ما باید به شما بگیم. بی حرکتی طولانی باعث ضعیف شدن عضلات، خشکی مفصل و حتی به مراتب بدتر شدن درد شما میشه. بدن برای خوب شدن به حرکتی هوشمندانه و کنترل شده نیاز داره، نه اینکه شما 2 هفته بخوابید و کاملا بخواید استراحت بدید به بدنتون. باور غلط شماره 2. تا MRI نگیرم نمیتونم بفهمم مشکلم چیه. بذارید یک آماری رو بهتون بگم. حدود 80% از آدمایی که هیچ کمردردی ندارن اگه MRI بگیرن دیسک دارن. یعنی چی؟ یعنی وجود دیسک در MRI همیشه دلیل درد نیست. درد واقعی رو بدن نشون میده، نه فقط عکس. و باور غلط شماره 3. فقط با قرص و آمپول و دارو خوب میشم. متاسفانه این باوری که تو خیلی از مریضا، تو خیلی از مراجعه کننده ما هستش که فکر میکنن همش باید با قرص، آمپول یا دستگاه بخوان خوب بشن. دارو فقط مسکنه، نه درمان. درد رو خاموش میکنه ولی مشکل رو که حل نمیکنه. مثل اینکه چراغ هشدار ماشین رو شما خاموش کنی ولی به خرابی موتور کاری نداشته باشی. درمان واقعی بدن توی حرکت